دوستان عزیز، اگر ما میخواهیم که در زمان حال ساده جمله بسازیم، ما باید که از استرکچر استفاده کنیم. استرکچر در زبان فارسی به معنای ساختمان هست. اگر ما میخواهیم که در زبان انگلیسی در زمان حال ساده جمله بسازیم، باید از این استرکچر استفاده کنیم که استرکچر عبارت از subject plus verb s plus complement. در درس گذشته ما کار کردیم که سابجکت چی هست. I, we, you, they, he, she, it سابجکت است. یعنی که ما باید که از میان سابجکت ها یکی انتخاب کنیم، یعنی تمام سابجکت ها ما آی انتخاب کردم. وارد سابجکت ما چی داریم؟ ورب داریم که ما باید ورب استفاده کنیم. خب از میان تمام ورب ها ما فقط watch انتخاب کردم. watch به معنای تماشا کردن یک فعل هست. خب ببینید ورب هست، بارزو داخل قوس s داریم. زمانی که سابجکت ما I, we, you و they باشه، در زمان حال ساده به خود s یا es یا ies نمیگیره. البته اگر سابجکت ما he, she و it باشه، برای خودش یا s میگیره یا es میگیره یا ies میگیره. خب بارزو چی داریم؟ بارزو کامپلمنت داریم. I watch TV. TV چی شد؟ کامپلمنت ما شد. I watch TV. من تلویزیون تماشا میکنم. من تلویزیون تماشا میکنم. سابجکت ما I شد. ورب ما watch شد. چون که سابجکت ما I هست، زمانی که سابجکت ما I, we, you و they باشه، به خود s, es یا ies در simple present tense در جمله مثبت ما نمیگیره. و بارزو کامپلمنت داریم که کامپلمنت ما هم شد TV. I watch TV. من تلویزیون تماشا میکنم. مثال بعدی رو ببینین. She watches TV. She watches TV. دیگه قسمت ببینین به خود watch es گرفته. گفتیم که زمانی که سابجکت ما he, she و it باشه، فعل ما به خود یا s میگیره یا es میگیره یا ies میگیره. این فقط در جمله مثبتی کار صورت میگیره. در جمله مثبت، در جمله منفی، جمله سوالی باز این قانون s, es و ies در simple present tense از بین میره. کوره انشالله بخیر بعدن کار میکنیم. ببینید سابجکت ما چی هست؟ سابجکت ما she هست. از میان تمام سابجکت ما she انتخاب کردم و بارزو فعل داریم watch. watch به معنای تماشا کردن. چون که سابجکت ما چی هست، به این خاطر watches میشه، به خاطر یک es هم میگیره. و بارزو کامپلمنت ما چی هست؟ TV. She watches TV. او دختر تلویزیون تماشا میکنه. She watches TV. مثال بعدی رو ببینید. از میان تمام سابجکت ها ما he انتخاب کردم. خب بار سابجکت چی داریم؟ فعل داریم، ورب داریم. که ما از میان تمام ورب ها ما چی انتخاب کردم؟ learn انتخاب کردم. learn به معنای آموختن و یاد گرفتن هست. چون که سابجکت ما he است، به این خاطر فعل ما گفتم که به خود یا s میگیره یا ies میگیره یا es میگیره. خب به قسمت فعل ما به خود s گرفتن. و بارزو چی داریم؟ بارزو کامپلمنت داریم. کامپلمنت ما چی هست؟ new language. He learns new language. او پسر زبان جدید یاد میگیره. He learns new language. او پسر زبان جدید یاد میگیره. usage به معنای مورد استفاده هست. یعنی که چی وقت ما از استرکچر simple present tense ما استفاده کنیم، به خاطر چی استفاده کنیم. خب ببینین daily routines. ما از استرکچر simple present tense برای کارهای روزانه استفاده میکنیم. daily routines. به طور مثال ببینین Ali goes to school every day. آمدیم از استرکچر انتخاب کردیم. علی سابجکت ما شد و بارزو فعل ما چی شد؟ گو شد. گو رفتن. چون که سابجکت ما علی هست، گفتیم که اگر سابجکت ما he, she, it باشه، فعل ما به خود s یا es یا ies میگیره. در اینجا فعل گو به خود es میگیره. علی goes to. علی میره به کجا؟ مکتب. to school.
خب چه وقت میره؟ every day، هر روز میره. یعنی که علی چی است؟ هر روز به مکتب میره. خب هر روز رفتن به مکتب رفتن چی میشه؟ دیلی روتین میشه، کارهای روزانه میشه. یعنی که علی هر روز مکتب میره، علی هر روز دندانهای خود برس میکنه. کارهایی است که روزانه انجام میشه. زمانی که بخوایم که جمله بسازیم به کارهای روزانه ما از استراکچر سمپل پرزنت تنس استفاده میکنیم. مثال دوم ببینین. Muhammad eats dinner at 8 o'clock. Muhammad eats dinner at 8 o'clock. محمد ساعت 8 بجه غذای شب را میخوره. یوزش دومش ببینین. Truth simple present tense به خاطر چی استفاده میکنیم؟ به خاطر حقیقت. وقتی که میخوایم که یک حقیقت بیان کنیم، یک حقیقت بگوییم، ما از simple present tense استفاده میکنیم. به طور مثال ببینین. She chews gum in the class. She chews gum in the class. او دختر داخل صنف ساجق می جوه. خب ساجق جویدن چی میشه؟ chews gum. chew به معنای جویدن معنا میده، چون سابجکت ما she هست، با فعل ما یک s اضافه میکنیم. She chews gum in the class. او دختر داخل صنف ساجق می جوه. خب چی است؟ حقیقت است. وقتی که من در کلاس میرم، در صنف میرم، میبینم که هم صنفی ما ساجق میجوه هر روز. و این خاطر ما چی است؟ میتونم که از سمپل پرزنت تنس، از ساختار سمپل پرزنت تنس ما جمله بسازم. She chews gum in the class. Subject plus verb plus complement. یا به طور مثال بعدی. Allah subhanahu wa ta'ala is one. Allah subhanahu wa ta'ala is one. خداوند جل جلاله یکتا هست. خداوند جل جلاله یکتا هست. خب چی کار کردیم؟ سابجکت ما الله شد، ورب ما چی شد؟ is شد. و برای کامپلمنت ما one شد. الله سبحانه و تعالی is one. خداوند متعال یکتا هست. حقیقت از یک خداوند متعال یکتا هست، یگانه هست، یک دانه هست. حقیقت میگیم. وقتی حقیقت بگوییم باید از ساختار simple present tense استفاده کنیم. یوزش بعدی planning to do something in the near future. با آینده نزدیک وقتی پلان داریم یک کار انجام بدیم، ما باز هم میتونیم که از ساختار simple present tense استفاده کنیم. خب چطور؟ به طور مثال ببینین. I go to France tomorrow. I go to France tomorrow. من فردا به فرانسه میرم. I go to France tomorrow. من فردا به فرانسه میرم. ساختار چی است؟ simple present tense است. سابجکت ما I go به معنای رفتن شد، verb شد و برز کامپلمنت. I go to France tomorrow. من فردا به فرانسه میرم. سه یوزش مهم simple present tense کارهای روزانه هست. در روزانه چی کارهایی را انجام میدیم؟ اگر میخواهیم که حقیقت بگوییم، حقیقت بیان کنیم، باز هم از ساختار simple present tense استفاده کرده میتونیم. اگر یک پلان داریم که یک کار در آینده نزدیک انجام بدیم، ما باز هم میتونیم که از ساختار simple present tense استفاده کنیم. این سه یوزش مهم و اساسی simple present tense هست. زمانی که بخوایم که جمله را به منفی تبدیل کنیم چیکار باید کنیم؟ اول سابجکت انتخاب میکنیم و بارزو از does not یا do not استفاده میکنیم. بارزو فعل، بارزو کامپلمنت. اول سابجکت ما را انتخاب میکنیم. ما در یک قسمت ببینیم که ما علی را استفاده کردیم. باید ما یا از does not استفاده کنیم یا از do not استفاده کنیم. در یک قسمت دیگه ببینین گفتیم که زمانی که سابجکت ما he، she و it باشه، ما به خاطر منفی ساختن از does not استفاده میکنیم. اگر سابجکت ما I، we، you و they باشه، ما از don't استفاده میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر منفی ساختن. خب ببینین علی، زمانی که سابجکت ما علی شد، خب ما باید چیکار کنیم؟ از does not استفاده کنیم یا از do not؟ از does not استفاده میکنیم. چرا؟ چون ببینین علی چی هست؟ he هست. بعد از او فعل استفاده میکنیم. فعل ما چی هست؟ watch هست. فعل ما watch هست. در یک قسمت ببینین در جمله منفی بار از ورب نه s داریم، نه es داریم، نه is داریم. فقط ورب خالی هست. علی does not watch TV. TV چی شد؟ کامپلمنت شد. علی does not watch TV. علی تلویزیون تماشا نمیکنه. علی does not watch TV. علی تلویزیون تماشا نمیکنه. یعنی که چی شد؟ به منفی تبدیل کردیم. مثال بعدی رو ببینیم.
از میان تمام سابجکت ها ما شیر انتخاب کردم. زمانی که شیر انتخاب کردم ما باید از چی استفاده کنم؟ از does not استفاده کنم. does not استفاده کردم و برز فعل. خب ما فعل انتخاب کردم clean به معنای پاک کردن و برز کامپلمنت ما استفاده کردم. خب she doesn't clean the house. او دختر خانه را پاک نمیکنه. she doesn't clean the house. او دختر خانه را پاک نمیکنه. doesn't چی شد؟ جمله ما را منفی کرد. اگر بگوییم که she cleans the house او دختر خانه را پاک میکنه. اگر بگوییم که او دختر خانه را پاک نمیکنه she doesn't clean the house. مثال بعدی we don't play soccer. سابجکت ما we شد. این حال در قسمت ببینید چون که سابجکت ما we هست ما باید از don't استفاده کنیم. اگر سابجکت ما I, we, you و they باشه ما به خاطر منفی ساختن از don't استفاده میکنیم. We don't play soccer. We don't و بعد از او فعل داریم. فعل ما play شد بازی کردن و بعد از او کامپلمنت ما شد soccer. تکمیل کننده جمله ما soccer شد. We don't play soccer. ما فوتبال بازی نمی کنیم. We don't play soccer. ما فوتبال بازی نمی کنیم. و مثال آخری را ببینین. سابجکت ما I. زمانی که سابجکت ما I شد ما از don't به خاطر منفی ساختن استفاده می کنیم. فعل آوردیم go و بعد از او کامپلمنت هم شد gym. I don't go to gym. من به جیم نمی روم. I don't go to gym. I go to gym. من به جیم می روم. اگر بگوییم که من به جیم نمی روم I don't go to gym. من به جیم نمی روم. ساختار سوال کردن در زمان حال ساده do و does هست پلاس subject پلاس verb پلاس complement و در آخر یک سوالیه هست. علامه سوالیه میگذاریم. خب در این قسمت شما ببینید که زمانی که سابجکت ما I, we, you و they باشه به خاطر سوال ساختن ما از do استفاده میکنیم. اگر سابجکت ما he, she, it باشه به خاطر سوال ساختن ما از does استفاده میکنیم. خب ببینید do, does پلاس subject پلاس verb پلاس complement. از میان do و does ما do را انتخاب کردم. زمانی که do را انتخاب کردم ما باید کدام سابجکت ها را انتخاب کنم؟ یا I یا we یا you یا they. ما I انتخاب کردم. Do I بارزو فعل ما watch و بارزو کامپلمنت ما هم شد TV every day و در آخرش هم یک علامه سوالیه گذاشتم. Do I watch TV every day؟ آیا من هر روز تلویزیون تماشا میکنم؟ Do I watch TV every day؟ آیا من هر روز تلویزیون تماشا میکنم؟ خب چیکار کردم؟ من از دو به خاطر سوال ساختن استفاده کردم. اگر سابجکت ما I, we, you و they باشه به خاطر سوالی ساختن از دو استفاده میکنیم. اگر سابجکت ما he, she و it باشه به خاطر سوالی ساختن ما از does استفاده میکنیم. مثال بعدی رو ببینین. از میان دو و does ما دور انتخاب کردم. وقتی دور انتخاب کردم باید که از سابجکت I, we, you و they استفاده کنم که ما از we نوشته کردیم استفاده کردیم و باز فعل داریم. فعل ما clean شد. The house every week complement ما شد و در آخرش یک سوالی گذاشتم. Do we clean the house every day؟ مثال بعدی. از میان do و does ما این بار does انتخاب کردم. زمانی که does انتخاب کردم ما باید که از سابجکت he, she, it استفاده کنم که در قسمت ما she استفاده کردم. Does she بارزو فعل ما wash شد و بارزو کامپلمنت ما هم شد the dishes. در آخر هم یک علامت question mark گذاشتم. Does she wash the dishes؟ آیا او دختر ظرف ها را می شوید؟ Does she wash the dishes؟ آیا او دختر ظرف ها را می شوید؟ خب مثال آخری. از میان دو does ما این بار does را انتخاب کردم. وقتی که does انتخاب کردم
ما باید یا هی شی ات استفاده کنم که در یک قسمت ما چی استفاده کردیم؟ احمد استفاده کردیم. احمد برمیگرده به چی؟ به احمد میتونیم که از ضمیر هی استفاده کنیم. does احمد و بارز دو فیل داریم. play بازی کردن. game هم چی هست؟ game هست. در آخر هم یک علامت کوشن مارک گذاشتم. does احمد play game؟ آیا احمد گیم بازی میکنه؟ does احمد play game؟ آیا احمد گیم بازی میکنه؟ دوستان عزیز، اگر شما نفهمید که چگونه s, es و ies در جمله مثبت ما در simple present tense اضافه کنین، ویدیوی کاملا جداگانه در این باره ما آپلود کرده. شما میتونید که او دیگر تماشا کنین.